салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 20. ملا تراب و ملا قمر. ملا تراب یک کپیسر یک دیقان زندانیگی بوده در مکتب دیهی خود خوانده کورسواد شده برآمده است. در زمان زندگی پدرش 2 سال در مدرسه های بخارا استقامت کرده عذاب بی‌حجرگی را کشیده است. بعد از وفات پدر و مادرش حولی، زمین، حیوانات و اسباب دیقانی پدرش را فروخته و علاقه خود را تماما از صحرا بریده به شهر آمده است و در اینجا از مدرسه میر عرب که یکی از بهترین مدرسه های بخارا بود یک حجره یک کرواق خوبی را خریده به طرز طلبگان آسوده حال زندگانی آزادانه سر کرده است. با یک شریک درسش که سمرقندی بوده است یک تابستان به سیر آن شهر رفته آب و هوای آنجا را پسندیده است و در آنجا آشناها هم پیدا کرده است. بعد از آن هرگاه که هوای بدبوی بخارا در دلش زند چند روزی به سمرقند رفته هوا خورده تماشا کرده می آمدگی شده است. در رفت و آمد سمرقند در درون پاییز و در آنجا در سیر و گشت شهر نو از بس که به زبان روسی احتیاج پیدا کرده است بعضی کلمه های روسی شنیدهش را در یک دفترچه با ترجمه تاجیکیش نوشته گرفته برای خود یک لغتچه ساخته است و در هر سفر سمرقند این لغتچه‌اش را وسیع کردن گرفته است. پیرک به مناسبت همدرسگی از احوال وی خبردار شده در هوس آموختن زبان روسی افتاده چنان که در بالا قید شد بعضی کلمه های این زبان را از او نوشته گرفته است. اما وقتی که ملا تراب را به سبب کلمه های روسی را نوشته گرفتنش از مدرسه برآوردن خواستند او برای احتیاط به سمرقند کمتر سفر نمود. نوشته گرفتن کلمه های روسی را هم ترک کرد و نوشته های پیشترش را به کسی نشان نمیدادگی شد. با پیرک هم هرچند که با او دلش پر بود درباره زبان روسی کم گپ میزد. لیکن با این همه احتیاطکاری ها هجوم ملاها با او کم نشد. به سبب مانع آمدن قاضی کلان هرچند او را از مدرسه پیش کرده نتوانسته باشند هم از تحقیر کردن او از گپ پراندن به او باز نمی ایستادند. هرگاه که او از میان سرای مدرسه می گذشت اوروس افتش هم به اوروس مانند شده است و مانند این گپ های بی منطقانه می زدند و حال آنکه افت او به روسها هیچ مانندی نداشت. او آدمی سیاه چهره درشت موی بوده چشمان سیاه کلان داشت که از روسها زیادتر به عرب ها مانند بود. باری او از سمرقند یک جفت کلاش آورده بود است که در یک روز باران ولای پوشیده برآمد. وقتی که چشم ملایان به این پایافزاری او افتاد او را به دزدی تهمت کردند. نظر به عقیده آنها این گونه پایافزاری بی آواز را فقط دزدان شبرو می پوشیدند که در وقت به دزدی رفتنشان صاحب خانه پی نبرد. مسئله دزد بودن ملا تراب خیلی کشال یافت. ملاها هر روز درباره دزد بودن او دلیل های نو یافته می برآوردند. نظر به دریافت آنها سمرقند رفته آمدن او هم بی سبب نبوده است. او مالهای از بخارا دزدیده‌اش را به سمرقند برده فروخته و مال بسیاری را هم از آنجا دزدیده آورده در بخارا می فروخته است. حجره‌اش را هم از مال دزدی خریده بوده است. وگرنه مگر ممکن بوده است که یک طلبه 2 سال در بدر عاریت نشین شده گردد و یک باره از مدرسه میر عرب یک حجره یک کرواق را صاحب شود؟ این کار بی دزدی یک کار ناشدنی بوده است. در این میان واقعه روی داد که ملا تراب با کوچیدن از مدرسه میر عرب مجبور گردید. آن واقعه این بود. ملا تراب از سمرقند یک کفش دستک چرمی قزانی دوخت آورده بود است که یک بار همان کفش را پوشیده برای مدرسه برآمد. این کفش به سبب سپیرتی بودن تگ چرم پاداشش در راه رفتن غرچ کنان صدا می برآورد. ملاهایی که به سبب بی صدا بودن گلاش صاحبش را به شبروی عیبدار کرده بودند اکنون در پی آن افتادند که سبب غرچ کرده صدا برآوردن این کفش را دریابند تا که به آن واسطه به صاحبش تهمت بسته توانند. محمد داناترین آنها می گفتند که
البته در این کفش یک سری پنهانی هست. عجب نیست که عروس‌ها نام خدا و رسول او را بر یگان پرچه میز نوشته در مغز زیرین این کفش گذاشته باشند تا که آن نام‌های مقدس در وقت پوشیدن در زیر پای آدمان مانده حقارت بینند. بعضی ملاها شاگردهایشان را مصلحت داده فرمودند که در وقت به نماز در آمدن ملا تراب کفش او را دزدند تا که زیرش را در رانده بینند. اگر در حقیقت در مغز وی نام خدا و پیغمبر باشد، در آن وقت گناه ملا تراب به گردنش دین می شود و بعد از آن درباره کافر شدن وی از مفتیان روایت گرفته به سخت‌ترین جزا دچار کردن وی آسان می گردد. بعضی دیگرهاشان این تدبیر را موافق ندانستند. اگر از درون وی نام خدا نبراید و ملا تراب نابود شدن کفشش را فهمیده به قاضی کلان عرض کند و قاضی کلان چرا کفش عروس دخت را ویران کردیتان گفته ملایان را کاهش کند، به ما خوب نمی شود گفتند. در آخر مصلحت به این قرار یافت که به یگان طلبه فرمایند تا که وی از ملا تراب نامعلوم کرده سبب غرچ کردن کفش را عروس‌ها در وقت دوختن در مغز وی چی گذاشتنش را پرسد. در آن صورت عجب نیست که ملا تراب سادگی کرده راستش را گفته ماند. در آن وقت با او چی معامله کردنش را معین خواهند کرد. وقتی که طلبه با فرمایش ملایان از ملا تراب سبب غرچ کردن کفشش را و عروس‌ها در مغز وی چی گذاشتنش را پرسیده است، او در جواب گفته است که این کفش را عروس‌ها ندوختند بلکه تاتارهای قزان دوختند و در درون وی چی بودنش را و چرا غرچ کردنش را من نمیدانم. این جواب برای گشادن سیر غرچ کفش راهبری کرد، چون که در آن مدرسه ملا قمر نام یک ملای تاتار قزانی بود که از وی پرسیده این سیر را فهمیدن آسان نمود. ملا قمر اصلا تاتار قزانی بوده، با داملای کنجکی من ملا عبدالسلام شریک درس بود. نظر به قول کسانی که ترجمه حال او را می دانستند، محمود خواجه نام یکی از سوداگران بخارا او را در 16 سالگیش به خودش میرزا یا اینکه محرم کرده از قزان به بخارا آورده است. ملا قمر تا کلان سال شدنش تا صاحب ریش و فش شدنش در خانه محمود خواجه سوداگر با او میرزایی و محرمی کرده زندگانی نموده است. بعد از آن به سبب سوداگری مذکور برای خود میرزا و محرم دیگر یافتن او برای خواندن به مدرسه کوچیده است. نظر به قول آدمان حالدان هنوز هم معیشت او را خوجین پیشترش تأمین میکرده است. طلبه و ملاهای تاتاری دیگر از ترجمه حال شبهناک او عار کرده با وی رفت و آی نمی کردند. در هر حال نظر به عقیده کلانان مدرسه میری عرب یگانه زکندان و داننده احوال روسیه و روسها اینچنین داننده احوال قزان و تاتاران آنجا او بود. بنابراین هر مسئله به روسها و تاتارها آید را از وی می پرسیدند و از همین جمله سبب غرچ کردن کفش ملا تراب را که قزانی دوخ بوده است و در مغز وی میس یا دیگر چیز گذاشته شدنش را از او پرسیدند. ملا قمر در جواب گفته است که قزانی دوخ بودن این گونه کفش راست است، اما همه کفش های قزانی دوخت را مسلمانان قزان تاتاران نمی دوزند. در آنجا دوزندگان روس هم بسیارند، اما فرق در این جاست که کفش هایی که مسلمانان می دوزند غرچ نمی کند، اما کفش هایی که روس های قزان می دوزند بنابر آن که در مغزی تک چرم وی مویلب خوک را می مانند غرچ می کند. مسلمانان ترکستان که این حال را نمی دانند همه این کفش ها را تاتاران دوختند گفته خریده پوشیدن می گیرند. کفش ملا تراب هم دوخت عروس هاست که در مغزش مویلب خوک گذاشته شده است. با شنیدن این جواب ملا قمر دانشمند شوری است که در مدرسه برپا شد. این خدا بخبر مویلب خوک را با کفشش کشاله کرده آورده مدرسه را مردار کرد. آخر این بیسواد نمی داند که خوک نجس العین عین نجاست است. چرا او نجس العین بودن خوک را نداند؟ می داند، اما از بس که او عروس پرست شده است قصداً می خواهد که جای پاک مسلمانان را مردار کند. این گونه فریادها از دهانهای گوناگون می برآمد. ملا تراب بیچاره که از ترس حکم شدن او به کافری نماز جماعت را ترک نکرده به مسجد حاضر می شد. شاگردان آن ملاها که به تلقین استادشان بشور آمده بودند اول کفش او را بعد از آن خود او را از مسجد برآورده پیش می کردند. بعد از فراغ نماز ملاهای کلان این کار شاگردهاشان را تحسین کردند، اما این کم از گویان دمام نمودند. این گونه کفشی که درون وی پر از نجس العین است باید در درون حجره‌ای که
امیر عبدالله یمنی میر عرب ساختند نیستد، جای وی درون نجاست است گفتند و باز علاوه نمودند شما بچگان نادانی و بی تجربگی کرده یک گناه کبیره کردیدان که آن کفش را با دست خود گرفتیتان. خوب، ضرر ندارد، خدا گناه ندانسته کرده شده را می آمرزد. بعد از این باید آن گونه کفش با آتشگیرک گرفته شود. با شنیدن این تعلیمات 10-12 نفر شاگردان به حجره هاشان رفته آتشگیرک هایشان را به دستشان گرفته به حجره ملا تراب هجوم آوردند. حجره او را کافتکاو کردند، دفتری لغتچش را یافته با آتشگیرک به درون کفشش تکاندند. کفش را با آتشگیرک گرفته بر روی یک کرته از تن کشیده مانده صاحب حجره گذاشتند. بر بالای وی 2 دانه خشت پخته هم نهادند و بعد از آن کرته را بخچوار بسته برداشته برده به درون خلاجای مدرسه با ضرب هوا دادند که با وزن خود در درون چرکاب ها فرو رفت. ملا تراب تا شب از حجرهش بیرون نبرآمد و شبانه غایب شده رفت که بعد از آن او را در آن مدرسه کسی ندیده است. او یک خریدار سودخوری بیرونه یافته حجره به 15,000 تنگه میارزیدگیش را به 12,000 تنگه فروخته است. احتمال بود که کلانان مدرسه آن گونه سودای بیرونه را قبول نکرده خودهاشان آن حجره را به نرخی از این هم ارزانتر به دست می درآوردند. اما فروشگاری مجبور به خریداری فایده طلب این احتمال را به نظر گرفته به پیش قاضی کلان رفته به سودای حجره با وثیقه رنگ رسمیت دادند. وقتی که خریدار به مدرسه آمده کلانان را ضیافت کرده با آنها شیرین کامه یک مبلغ پول داده وثیقه‌اش را نشان داد، معلوم شد که ملا تراب حجره‌اش را فروخته است و در آن وثیقه یک درپرده کاغذگیر و یک تقاره پرهیزی آبریزی در یک در حجره در مدرسه میر عرب داشته خود را به 12,000 تنگه فروختن ملا تراب قید شده بود. از بس که این خرید و فروش در حضور قاضی کلان شده با مهر او تصدیق یافته به وی مهرانه رسیده بود، کلانان به ویران کردن این سودا جسارت نکردند. ضیافت خریدار و پول شیرین کامه او را غنیمت شمردند. نظر به قول ملایان کهنسال این اولین سودای حجره بود که در پیش قاضی کلان وثیقه شده بود، وگرنه تا آن وقت حجره های مدرسه ها فقط در حضور کلانان مدرسه سودا می شد. بعد از آن واقعه سودای هر حجره‌ای که قدری دشواری داشته باشد، جنجالناک باشد، در قاضیخانه وثیقه می شدگی شد. کلانان مدرسه میر عرب گناه این بدعت را هم به گردن ملا تراب سرگریز شده بار کردند. با همین روسی آموزی پیرک و نصاب و سیبیان سازی من هم به پایان رسید. عاقبت پرفاجعه ملا تراب در آخرتر این قسم بیان خواهد یافت. با همه این قدر جنجال و فتنه با کسی معلوم نگردید که خوک مولب درشت شخشول غرچ کننده دارد یا نه و در حقیقت در درون آن کفش آن گونه موی مانده شده است یا نه، چون که در آن وقت هیچ کدام ما این چنین آن ملاها نه خوک را دیده بودیم و نه مولب وی را. فقط با اقراری ملا قمر به پیش ملا عبدالسلام واقعه دگرگونه شده برآمد. ملا عبدالسلام آدم بیچاره احتیاطکار بود. او و هم آشان او به جنجال کفش اشتراک نکرده بودند. روزی برای فهمیدن حقیقت حال ملا عبدالسلام ملا قمر را در حجره خود ضیافت کرد. هم آشان او هم حاضر بودند و من آش می پختم. ملا عبدالسلام در میانه های صحبت گپ را به بالای کفش ملا تراب آورده از او حقیقت کار را پرسید. او در جواب گفت: من در 16 سالگیم از روسیه به بخارا آمدم. در آن جاها خوک را دیده باشم هم به مولب درشت داشتن و نداشتن وی دقت نکردم. در مغز کفش غرچ کننده مولب خوک گذاشتن روزها را از یک ملای پرسال که در بخارا تحصیل کرده بود در قزان شنیده بودم. در بخارا وقتی که من این گپ را به محمود خواجه سوداگر گفتم، او این معنی را رد کرد. اگر زیر چرم کفش با سپیرت پرورده کرده شده باشد غرچ می کند. گفت ملا قمر سخن خود را باز دوام کنانید. برای من در درون کفش ملا تراب مولب خوک بودن یا این که تک چرمش با سپیرت پرورش کرده شده بودن فرق نداشت، زیرا هر کدام اینها که باشد آن گونه کفش مردار است. من دروغ نگفتم وقتی که ملاها از من این مسئله را پرسیدند. شنیده اولیم را گفتم. از این کار ضرر نکشیدم، جنجال را تماشا کردم،
زیافت سودای حجره ملا تراب را در قطار کلانان مدرسه خوردم و 2 تنگه 30 تین شیرین کامه گویان هم گرفتم. پیش از آن واقعه ملا قمر در قطار کلانان مدرسه به شمار نمی رفت. ملا قمر این سخنان خود را با آهنگ شوخی های عادی و با یک بی‌پروایی حضرت آمیزانه که آن وقتها در مدرسه های بخارا عادت بود می گفت و شنوندگان هم گپ های او را در قطار چقچق های مدرسه های زمان خود حضور کرده می شنیدند. اما هیچ کس فاجعه هایی را که از فتنه به سر ملا تراب بیچاره روی داده بودند به خاطر نمی آورد. دقت و تعجب مرا ان همین نقطه به خود کشیده بود. آدمی عجیب. روزی در بین عصر و شام ملاها با عادت مقرریشان در میان سرای مدرسه در نشستگاه درونی دروازه کلانش نشسته بودند. از بیرون مدرسه یک آدم نمایان شد که به درون مدرسه نگاه کرده می آمد. این آدم قامت بلندی داشت. بلندی قامتش به درجه‌ای که جامه بنارس پادشاهی در تن داشته‌اش برابر زانویش بود و حال آنکه این گونه جامه در تن آدمانی عادی به زمین می رسید. تنی این آدم به طرز پره بود که بلندی قامتش آنقدر حس کرده نمی شد و به نظر میان قد می نمود. گویا درزی طبیعت قد و بری این کس را به یک اندازه بسیار مناسب بریده دوخته بود. گردن این کس هم موافق قدش دراز و مناسب بدنش پره بود. شاید باری آن کله کلان به آن گردنی دراز با وجود پره بودن آن وزنی می کرده باشد که در وقت راه رفتن گردنش گاه به این طرف و گاه به آن طرف خم می خورد و گویا گردن می خواست که در برداشتن آن سر از بازوان صاحبش مدد گیرد. روی این شخص سبزینه و پره بود و با وجود اینکه سن این کس را از 60 بالا تخمین کرده ممکن بود، بر رویش آنقدر چینهایی حس کرده شونده نمی نمود. ریش او میانه و کلوته بوده، تارهای سفیدش از سیاهیش بیشتر می نمود. این کس در دست عصای روسی پلکه داشت. از بس که پلکه ها قامت آدم های عادی را به نظر گرفته ساخته شدند، آن پلکه در دست آن آدم قامت بلند قدری کوتاهی می کرد و در وقت به آن پلکه تکیه کرده قدم ماندنش قدش به طرف پلکه اندک خم می خورد. وقتی که این آدم وزنینانه راه رفته از دروازه مدرسه در آمد، میان سرای نشینان کلانان مدرسه همگی از جای خسته دستها را پیش گرفته تعظیم کنان به او سلام دادند. اما آن کس به طرف سلام دهندگان نگاهی نکرد و به سلامشان جواب هم نداد. فقط سرش اندک جنبید. لیکن معلوم نبود که این جنبش سر اشارت به جواب سلام بود یا جنبش عادی وی بود که بنابر وزنینیش هر وقت از وی نمایان می شد. وقتی که این آدم از میان سرای گذشته به درون حولی مدرسه رفت، کلانان در جاهای خود نشسته از وی غیبت سر کردند. یکی می گفت این کس باز آمد که امشب در حجره با جنهایش، با دیو و پریهایش و با شیطانهایش صحبت کند و فردا برآمده گفته های آنها را به شاگردانش نقل نموده آنها را هم مانند خود گمراه نماید. دیگری می گفت وی می گفته است که کدام وقت گرفتن آفتاب و کدام ساعت گرفتن ماه را من می دانم و می توانم که پیشکی خبر دهم. ها 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 ها. برابر همه قهقه زنان می خندیدند. خنده عمومی هنوز خاموش نگشته کسی گفت غیبدان کو فقط خدا بود. این بیدین از غیب خبر دادن را دعوا کرده خودش را به خدا شریک ساخته برآمده است. دیگری به سخن او علاوه کرد نعوذ بالله، به خدا پناه می طلبیم. این خدا بیخبر یک کافر شده نمانده است، بلکه مانند فرعون و نمرود و شداد دعوای خدایی هم می کند. من حیرانم به این امیر قاضی کلان که گفت دیگری یک کس را برای فرض عین ندانستن 39 دره میزنند و یک کس را بنابر ندادن خراج میکشند، اما به این آدم که روی راست گپهای کفر میزند و دعوای خدایی میکند گپ نمیزنند. حتی در قطار علما به او جامعه بنارس هم پوشاندند که پوشیده فخر کرده میگردد. چون گپ به بالای امیر قاضی کلان آمد، صحبت رنگ دیگر گرفت. شنوندگان را یک گرانی نامعلوم زیر کردگی برین شد. لبها از خنده باز استاد. در بشره کلانان اثر آن هیجان پرجوش و خروش نماند. خاموشی عمومی سر شد. نهایت ملای سالخورده سکوت عمومی را ویران کرده به گپ درآمد.
صلاح مملکت و ملک خسروان دانند. گفتند که این بسیار درست است. گفت و به ناطق آخری خطاب کرده دوام نمود: شما میگویید که فرض عین ندانستگان را 39 دره میزنند. کجای این کار عجیب است؟ مگر این کار مخالف شریعت است؟ اگر جاهلان را نزنند در اندک وقت دین از دست می رود. همین دره رئیسان و شمشیر جناب عالی است که دین اسلام را پایدار نگاه داشته است. وگرنه همه این نادانان در یک روز گمراه شده از دین برآمده می رفتند. خرس ملا می شود از ضرب چوب گفتند. گوینده نفس خود را راست گرفته باز سخن خود را دوام داد: اگر جناب عالی سرکشی کرده خراج و مالیات پادشاهی ندادگان را تنبیه نکنند، روز امیر هم، وزیر هم، قاضی کلان هم و در قطار آنها روز ما و شما هم به گدایی می افتد. اکنون آمدیم به بالای گپ نزدنی آنها به این بیدینی خدا بخبر. آخر باید دانید که به این کافر گپ نزدن آنها صلاح مملکت است. جناب عالی با پادشاه عروس دوست می باشند. تکیهگاه این کافر باشد عروس ها هست. این گمراه چندین بار به مملکت عروس ها سفر کرده است و می گویند که با پادشاه عروس ها هم صحبت شده دین نصارا را قبول نموده است. اگر جناب عالی به این بیدین گپ زنند سبب رنجش آن پادشاه می شود و در آن وقت ممکن است که مملکت ویران شود. در قطار همین قدر عروس ها مانید که یک کافر دیگر هم تا به پای خود به جهنم رفتنش زنده گردد. من از این تفصیلات این ملای کهنسال با وجود در دست عصای روسی گرفته گشتن آن آدم سبب به این کاری او گپ نزدن ملاها را که به سر کلاش و کفش ملا تراب آن همه غوغا برداشته بودند فهمیده باشم هم سبب به او تعظیم نموده سلام دادن آنها را هنوز نفهمیده بودم. خصوصا بعد از آن که در غیب وی از او با عبارتهای بد شکایت کردند و در حق او آن همه ناسزا را گفتند. سبب چی بود که در روی وی او را حرمت می کردند؟ بعد از پرسوکاو من فهمیدم که این آدمی عجیب احمد مخدومی مهندسی دانش بوده است و بنابر از حد زیاد کلان بودن سرش او را احمدی کله می گفتند. اما سبب در روی او حرمت کردن ملاها با وجود عقیده بد داشتنشان در حق او و باعث به سلام آنها جواب نداده از پیش آنها کلان گرانه گذشته رفتن او ثانی‌تر به من معلوم شد. احمدی کله در گذر جعفر خواجه یک حولی داشت که در آنجا زندگانی میکرد و در مدرسه میری عرب یک حجره هم داشت که در وی دامادش استقامت می نمود. احمد مخدوم هرگاه که رفت آی مردم به دلش زده به بالای یگان مسئله دشوار فکر کردن را خواهد به مدرسه آمده یک شب را در اینجا در خلوت گذرانده باز به خانه دایمیش می رفت. بار واقعه روی داد که من آواز احمد مخدوم را شنیدم و به دانشمند بزرگ بودن او عقیده پیدا کردم. نمیدانم در همان سال بود یا سال دیگر که دانش با عادت مقرریش در بین عصر و شام به مدرسه آمد. ملاهای میان سرای نشین هم با عادت مقرریشان به پا خسته تعظیم کنان به او سلام دادند. او این دفعه هم به سلام آنها جواب نداد، لیکن به آن که بروی کسی نگاه کند و گویا که خود به خود گپ میزده باشد زبانش گرفته زبان او اندک لکنت داشت که حرفهای اولی کلمه ها را تکرار کرده می گفت: امشب در فلان ساعت ماه می گیرد، فلان دقیقه دوام می کند و هر کس که در همان وقت به بالای بام مدرسه براید این حادثه طبیعت را تماشا می کند. گویان گذشته رفت. بعد از گذشته رفتن او با عادت مقرری باز شکایت ملاها سر شد. من هرچند پیشتر با شکایت عمومی ملایان در حق احمد کله در شبهه مانده باشم هم این بار این شکایت را بی‌طرفانه گوش کرده نتوانستم، بلکه در فکر خود محاکمه می کردم. زیرا دعوایی که من آن روز از وی شنیده بودم به فکر خودم خیلی عجیب بود. تا آن وقت من از آن آدمان ماه از شومی گناه می گیرد گفته شنیده بودم. اگر در حقیقت امشب گفته او راست براید معلوم می شود که او عالمی بزرگ بوده است. مردم او را منجم یعنی فالبین می گفتند. اگر این گفته هایش درست برایند معلوم می شود که او در حقیقت منجم یعنی ستاره شناس بوده است، نه فالبین. من این دفعه از شکایت و غیبت ملایان نسبت به او و دانش او بوی رشک و حسد حس می کردم. شب شد.
در ساعت معین، در ساعتی که احمد مخدوم تعیین کرده بود، بیشترین ملاها و طلبه ها به بام مدرسه برآمدند. من هم برآمدم. احمد مخدوم از همه پیشتر برآمده بوده است. او بر روی یک صوفه هموار که در گوشه جنوب شرقی بام مدرسه بر بالای بام حجره خود ساخته بوده است قالینچه پهن کرده نشسته بود. در روبروی وی دامادش می نشست. در پیش او فانوسی بود که در وی یک شمع جایداری 4 نیمچه یعنی 4 دانش 500 گرمی می افروخت. ساعت بغلی هم در پیش روشنایی فانوس کشاده ماندگی بود. در پیش زانوی احمد مخدوم یک چند ورق کاغذ پهن بودند که در آنها رقم‌های حساب نوشتگی می‌نمودند. بعضی رقم‌ها با سرخی نوشتگی بوده، بر بالایشان با سیاهی خط کشیدگی بود. در قطار سطرهای رقم‌ها و در حاشیه کاغذ کلمه‌های 2 حرفه و 3 حرفه معناهایشان به من نامعلوم می‌نمودند. احمد دانش با دقت آن رقم‌ها را از نظر می‌گذرانید. گاها به ساعت نگاه کرده بعد از آن به آسمان صاف که در وی ماهی پره نور می پاشید چشم می دوخت. یک وقت زبانش گرفته به آسمان نگرید گفت او. همه به آسمان نگریستند. ماه به گرفتن در آمده بود. کم کم گرفتگی ماه زیاد شده به اهالی شهر معلوم گردید. در کوچه ها آواز طبل شبگردان بلند گردید. از حوله ها صدای لعلی ها، لعلیچه ها، تیک های میز و ستیل ها برآمدن گرفتند. در مدت یک چند دقیقه شهر از آواز دنبر دنبور جنگر جنگور پر گردیده به دل شنوندگان یک نوع دهشت می انداخت. من در موردهای ماهیگیری در دهه‌مان هم صدای میسینک کوبی را شنیده بودم، لیکن غلغله آنجا به مناسبت کمی اهالی آنجا پست و سوس بود. اما در شهر بخارا که یک باره از هزارها حوله ها و صدها طبل ها صدای نافارامی غیر منتظم می برآمدند، عصبهای کس را به هیجان می آورد. با شنیدن این صداها در لبهای احمد مخدوم تبسمی استهزاکارانه ظاهر شد و او گویا در شرح سبب این تبسمش خود به خود گفت: وقتش رسد خود ماه کشاده می شود. به این گونه لعل زنی ها و ستیل کوبی ها احتیاج ندارد. و علاوه کرد: بعد از فلان دقیقه به کشاده شدن سر کرده، بعد از فلان دقیقه تماما کشاده می شود. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتار 20. کارگردان آواز حلیمه نصیب‌اللینا، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکرالله‌ев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.